قریب 1 میلیون تاجیک که در روسیه زندگی میکنند به عنوان مهاجر و کار میکنند. این آیا مشکلاتی را برای جامعه تاجیکستان به وجود آورده و احیانا نفوذ روسیه رو تداوم میبخشه در تاجیکستان؟ 1 میلیون نفر مهاجران مهنتی ما در روسیه کار و زندگی فعالیت میکنند. بله همینطور است. دیگر به منطقه به کجا روند؟ دیگر میگه به منطقه به کجا روند؟ با دانغرب روند، به کجا روند؟ مهاجرت مهنتی این کاتگوری، این پروسس گلوبالی است. من گفتم رقم‌های پارسال پیش 241 میلیون انسان در جهان در حرکت است. بار یگان دولت نیست. ما میخوایم در دولت کار کنیم. چی؟ رحمان گناهگو، عبیدالله گناهگو. نه؟ میگه در تمام دولت‌ها میگه 240 میلیون 250 میلیون مهاجر چرخ میزنه، یعنی مردمی کره دنیا، یعنی هجرت میکنه طرف و طرف برای زندگیشون. و در اینجا بیناموسی روی که میگرده میگه که چی؟ ما میریم در دولت کار کنیم. میگه در اینجا رحمانوف گناهگوره، عبیدالله گناهگوره. نه میگه با خودش جواب خود چمیته. امام علی گناهگوره، تو عبیدالله باید جواب میگفتی، تو باید جنایتکاری، تو باید ترمه بشتی، اما آدمی نزدیکی رحمانوف که هستی تو زندان نشدی. اگر نه در جای امام علی دیگه کس می اومد و بیا تو حتما زندان میشه و باید بشه. تو همون بیناموسی، تو همون بشرف قانون ها را میگروردی و در مقابل مردم با شدت مبارزه می‌کردی، تو همون تو دیگه نشده، دیگه نمیشه. بشرف عبیدالله تو ایرا بدون. 1 میلیون نفر مهاجران مهنتی ما در روسیه کار و زندگی فعالیت میکنند. بله همینطور است. دیگر به منطقه به کجا روند؟ و با این کار هم کمک به اقتصادیات تاجیکستان است، هم به عائله های خودشان. بعد نمیگه که سه فایدهش که جیب ما را پر میکنن، بانک های ما را پر کردن، خونه پدوله ما در پدام قدی دلار های، یورو های، تیلا های. یگان خواه با امید نشود که سمیل اسمی شد. آرامی جمعه ما را صلح و ثبات آرامی ما پاراگراف شده. شخصا امید شدید ما 2 نفر از روز اول این قدر جان کردیم، این قدر مهنت کردیم. نمیمونه ما هم 2 نفری ما امید شریف های ای روز اول بدیم این تاوتم اون نمیمونه. تو در جایی هستی که نمونی، تو در جایی هستی با خلاصگر تو زور شده، با خلاصگر او باید لفته زور شده. تو نفس کشیدن ده تو ترس داری، میترسی که نشا کمی امامالی خیانت کنه. راضی هستی؟ دولتی با سون دارد. خش تو قم خنده ایزا میکشه. شما از پیشوای معظم ملت راضیگی گیرید. البته از پیشوای معظم ملت شما هم باید راضی باشید. البته ما راضی هستی؟ البته ما راضی. این سراسیمه میشه میگه که شما از پیشوای معظم ملت راضیگی گیرید، یعنی دعای خیرتمندانه شب بگیرم یا نمیدونم چیکار کنم باید یا که برام عذر پرسم، بخشش پرسم. از پیشوای معظم ملت راضیگی گیرید. البته از پیشوای معظم ملت شما هم باید راضی باشید. البته ما راضی هستی؟ البته ما راضی. ما باید از سیاست پیشوای ملت راضی باشیم. راضی هستین میگه؟ البته میگه راضی. ما این جاهلای دیگه‌اش با این گپا میگن. چقدر شما از سیاستی امام علی راضی میشین که شما ای وطن بیرون شدستین برای شکمتون، در حالی که شما باید در وطنتون کار کنید. از جناب عالی راضی هستی؟ البته راضی. من نرخه کی بسته برای جناب عالی همه یک جا بپیش برای جناب عالی مردم ای طلب پرواز داره میگرده میگه که جناب عالی بپیش. از جناب عالی راضی هستی؟ البته راضی. ما راضی ام ای جناب عالی. شما ای ظالم راضیه؟ شما در ظلم کردین